این راه خط حضرت یک بیابانی میگذره. همون بیابانیش میم تقصیر. ما همه بین راه برآمدیم، همه دوادم ماشینا رو دیده زیبایی میرگن. خودت با چشمت دیدستی. همه مردم، تمام مردم فقط پول میدی بعد آمدیم. خودت یک بار در لبی مکت همه تمام همه خانوزگدار یک دعای ارزی بده. یا مخلوقای خدا هن بابا. دعای بد یا که دعای خوب؟ دعای خوب. جمعه یا سکت دعای خوب شما. نکه بچانه مردمی نغزن میتم شانه بچان. آمین. خدایا خداوندو تو گردانی بلا رو. تو گردانی بلا رو. زی آفت ها نگاه داری؟ تو ما را. تو ما را. با ایورا. با اویارا. با اویارا. الهی آمین. آمین. تو بابا. در کسب کارهای ما، در کسب کارهای رانندگان، در کسب کارهای تمام مردم غریب خداوند نگهبان ما و شما باشه. الله اکبر. حیاتون نروه که این دعا در سری مکت بودگیه، در لبی مکت. این راه خط حضرت یک بیابانی میگذره. همون بیابانیش میم تقصیر. مرده خط زنش 8 سال زندگی میکنه، فرزنددار نمیشون. صادق فرهاد بله بغض نشان میده. یک بار میبینه، دو بار میبینه، سه بار میبینه، بغض نشان میده. این زنی که خدازده بغض به یک موتورسیکلیست خونش میبره، همه راه خط رزگام داده رفته است.